درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 31. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گردیدند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، میزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جملند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیدند. رباعیات. آنی که مهو مهر تو را یاور شد، بهرام مطیع و مشتری چاکر شد. ناهید حریف بزم و کیوان حاجیب، تیر آی نگار و آسمان دفتر شد. چون من نه در به قعر عمان باشد، چون من نه گلی به طرف بستان باشد. اما چی کنم به چشم این بی خردان، خار و گل و در و سنگ یکسان باشد.
ای آن که شدی سواره بر اسبی سمند، سرهای دلاوران درآری به کمند. در خانه زین هر کی تو را دید بگفت، بس خانه که این سواره خواهد برکند. وصلی تو به هیچ کس میسر نشود، وین باده به کامی هیچ ساغر نشود. نومید چنانم زی تو گر بنشینی، در دیده من هنوز باور نشود. تا دولت وصلی تو میسر نشود، مهرت ز دل و هوایت از سر نشود. 100 بار دهم در قدمت جان عزیز، این طرفه که با دلی تو باور نشود. شادم که مرا زمانه یاور گردید، اقبال مطیع و بخت چاکر گردید. وصلی تو زی چرخ سالها می جستم، 100 شکر که امشبم میسر گردید. در عشق تو کاری من به سامان نرسید، از وصل تو درد من به درمان نرسید. بی لعل تو مردم و نگفتی هرگیز، کین تشنه جگر به آب حیوان نرسید. خون دلم از درد به درمان نرسید، وین جاده بی کران به پایان نرسید. از ناله من گوشی ملایی کر شد، داغم که چرا به گوش جانان نرسید.
گردید بهار گل به بستان رویید، هر دانه به زیر خاک رفت آن رویید. چون دانه به زیر خاک خوبان رفتند، تا درد دلی یکی از ایشان رویید. جانا به چی ماند لب تو با شکر؟ یارا به چی ماند خط تو با عنبر؟ مانندی تو فرزند نه آید به وجود، گر ماه بود مادر و خورشید پدر. ای چشمی بد از چهره اقبال تو دور، وز چهره تو چشمی جهان یافت نور. منظور به چشم خلق اگر کوحل بود، در چشم من است خاک پایت منظور. ای فضل تو دستگیری من دستم گیر، سیر آمده ام ز خویشتن دستم گیر. تا چند کنم توبه و تا کی شکنم، ای توبه ده توبه شکن دستم گیر. ای درد و غم و رنجی تو با من به تلاش، چون جمعی گرسنه بر سری سفره آش. تو جانی منی و جانی من از سنگ است، نامی تو نهادند زان واسطه تاش.
یا رب ز کرم شادی غمناکان بخش. سستی مرا به سعی چالاکان بخش. گر پاکی من صرف به ناپاکان شد، ناپاکی من به پاکی پاکان بخش. ای آن که تو را بجز جفا نبود کش، هر روز وفای من بود بیش از پیش. تو می روی و من از پیت سرگردان، مانندی سگی که گم کند صاحب خویش. ای قره عین قاضی شرع شریف، در مدح قاضی میرزا محمد شریفی صدرکوفته. ای قره عین قاضی شرع شریف، اصلی تو شریف است توی فرع شریف. این است دعای من یا رب گردی، مانندی پدر بهره‌ور از شرع شریف. ای بردگرو سورین تو از قیماق، وی خوانده سبق با دلی سختت قیراق. مسکین دل من به زلف تو گشته اسیر، زان سان که فتد به چنگ قوش قشقلداق. درد دل ما را کی دوا کرد وصال، کام دل ما را کی روا کرد وصال. آواره عرصه هوس را الحمد، مسرور حصول مدعا کرد وصال. ای همچو مهی دو هفته در عین کمال، یا رب که کمال تو مبیناد زوال. از گردش دوران ننشیند هرگیز، بر حاشیه خاطر تو گرد ملال. ما آتش سودا به سر افروخته‌ایم،
چون شمع بنای عافیت سوختیم، ماییم که چون لاله ز صحرای وجود داغ دل و خون جگر اندوختیم. آشفته خیال همچو سنبل دارم، آلوده به خون عذار چون گل دارم. در قور محبت دل نه پخته نه خام، ماننده تخمی نیم دنبل دارم. ای خاکی دری کوی شما تاج سرم، در حق زریر گفته توجه کنید. ای خاکی دری کوی شما تاج سرم، وی قوتی بازو و فروغی بسرم. سازد چو پدر زمانه اعزاز مرا، از واسطه این که شما را پسرم. تا قوت پا بود به سویت گذرم، تا دیده دهد نور برویت نگرم. چون دیده ز نور و پا ز رفتن ماند، بنشینم و جان در آرزویت سپرم. یا رب چه بلا زمانه گشته ویران، انصاف به خاک تیره گردیده نهان. بر کینه دستار سفیدان گردون، از فی ایزار کبودان گردان. توصیف رخی خوب تو کردن نتوان، پیرامون آفتاب گشتن نتوان. از زلف تو کس چگونه خواهد دم زد، شب راهی دراز و دور رفتن نتوان. ای خاطر خلق عالمی شاد از تو، معموره علم و شرع آباد از تو. هر ملک زین پیش نشد فتح کسی، آن ملک به رسم پیشکش باد از تو. خاکم بر سر که بی تو در میخانه، می خوردم و خنده می زدم مستانه. دیدم که تو در میانه گریه کنان، خون می نوشم کنون به صد پیمانه.
نه چشم تو ساغریست از مل گویی، نه زلف تو دسته ز سنبل گویی، نه خالی رخی تو گشته در روم غریب، افغان بچه ز ملک کابل گویی. اطراف جهان چو باد گشتیم بسی، خاکی صفت آدمی ندیدیم کسی. چون آب همه روان بر وی خاشاک، افروخته مثل آتش از بهر خسی. آنی که به پای من جبین می سودی، نعلین مرا به آستین می سودی. من سینه خود به دوش تو می سودم، تو سینه خویش بر زمین می سودی. تا بوسه ز روی خویش با من دادی، کام دل من به وجه احسن دادی. گر خورد رقیب تیر از مژگانت، گویا به سگی گزنده سوزن دادی. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 31 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.